القاعدة الأولى، قاعده اول، في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في اسماء الله و صفاته. قاعده اول درباره آنچه که واجب است نسبت بر متنها نصوص قرآن و سنت در مسئله های نامها و صفات الله سبحانه و تعالی. یعنی قاعده اول این است که ما باید بدانیم چگونه مناسبت و باور باید کرد نسبت به نصوص نصهای قرآن و حدیث وقتی که آنها درباره نامها و صفات الله سبحانه و تعالی سخن میگویند، چطور آنها را بفهمیم، تصدیق کنیم و به آنها ایمان بیاوریم. و میفرماید که آنچه که واجب است نسبت بر نصوص قرآن و سنت نگاه داشتن معنای ظاهری آنها بدون تغییر دادن. این قرآن را آن معنای ظاهری که بر ما الله نازل کرده است بر این معنای ظاهری که ما آن را میفهمیم بگیریم و آن را تغییر ندهیم. زیرا الله سبحانه و تعالی با زبان عربی مبین یعنی روشن قرآن نازل کرده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز با همین زبان سخن گفته است. پس بر ما لازم است که معنای سخن الله و سخن رسولش صلی الله علیه و سلم را در همین معنا به ظاهر آن نگاه بداریم و نگاه بداریم این کلام الله و سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم را از تغییر دادن معنای ظاهری آن و برحذر باشیم از سخن گفتن در کتاب الله در کتاب الله در شأن احادیث پیامبر بدانیش که این حرام است. چون الله سبحانه و تعالی می‌فرماید قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والإثم والبغي بغیر الحق. بگو ای پیامبر برای آنها همان پروردگار من زشتکاری ها را، گناهان کبیره را، چی آشکار باشند چی پنهان باشند، چی با کبر و خودنمایی باشد و ظلم و ستم را که از حد گذرانده می شود، ناحق را که حرام کرده است، همه اینا را الله حرام کرده است. و ان تشرکوا بالله ما لن ينزل به سلطانا، و میفرماید الله که و همچنین الله شما را منع کرده است که بر او شریک بیاورید. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و درباره الله در نامها و صفاتهایش چیزهای بگوید که نمیدانید. سوره اعراف آیت 33. و همچنین الله میفرماید بل یداه مبسوطتان ينفق کیف یشاء. یک مثاله، بلکه الله در این آیه کریمه میفرماید که بلکه دستان الله گشوده است، هر گونه که بخواهد نفقه میکند و روزی میدهد. پس در این آیه کریمه اثبات صفات الله سبحانه و تعالی، صفات دستان الله سبحانه و تعالی ثابت شده است که تفسیر تبری در مجلد 10 این را تصدیق کرده است. پس ظاهر این آیه کریمه که الله فرمود بل یداه مبسوطتان، بلکه دستان الله گشوده است، هر گونه که بخواهد روزی میدهد، ظاهر این آیه دلالت بر آن میکند که الله دو دست دارد، معنای حقیقی، و واجب است که او را برای الله اثبات کنیم. پس اگر کسی بیاید و بگوید که مراد از دو دست قوت است و در جواب بر او میگوییم چی میگوییم؟ این تغییر دادن سخن الله از ظاهرش است و چنین گفتن در شأن الله جایز نیست، چون این گفتن در حق الله بدون علم است، بدون علم دانش است. این قاعده اول که در شأن الله بدون دانش سخن نگوییم.